با شما بیننده‌های عزیز شبکه سفینه. رسوا بعد از یک هفته باز رسیدیم به دیدار همدیگر. این برنامه نوبتی خونی تاجیکستان است و قرار داریم در خانه اپای بیبی خول. سلام علیکم اپا عزیز. و علیکم السلام. خوش آمدید به درگاه ما. سلامت باشند اپا. میبینم که الکی انمون از همین کبودی ها احساس می شود اومدی بهار رو با تاجیکستانی عزیز و یک خوراک بسیار بولذت نیز آماده می شود. بیننده عزیز انیقترش خودی اپای بیبی خول میگویند. اپا عزیز امروز کدام خوراک رو آماده میکنید شما برای بیننده های عزیز شبکه سفینه، خصوصا دوستداران برنامه خونی تاجیکستان؟ مانتو با کادو. تیار کردن مانتو. خب حالی شروع میکنیم الان. یعنی با کادو و با الاف. دوستان عزیز، مانتوی کادوگین و باز الافی. مانتوی کادوگی و الافی دو نوع مانتو میکنند اپای عزیزی من. و خب من میبینم که در اینجا محصولات زیاد است. یعنی برای مانتوی امروزه که اپای بیبی خول آماده میکنند خب استفاده میبریم چی؟ کادو، پیاز، روغن، نمک، آرد، کبودی ها، اسپلاق. خب گفتیم که و زغال الکی آماده است. اکنون دوستان عزیز بعد از یک لحظه خیلی کوتاه برمیگردیم و شروع میکنند اپای بیبی خول با آماده کردن خب مانتوی کادوگی و مانتوی الافی. ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. دوستان عزیز، آن نفرانی که نوکک به شبکه سفینه پیوستند بار دیگر خاطررسان می‌نماییم که شما برنامه خونی تاجیکستان رو تماشا دارید و قرار داریم در خانه اپای بیبی خول خب آماده میکنند امروز مانتو از کادو و از الافای تر و تازه‌ای که اکنون خب در فصل بهار میرویند در تاجیکستان عزیزی ما. خب حتما که باید از ترک تراشک گذرانیم. خیلی خوب. اپای بیبی خول از چند سالگی مثلا شروع کردید با انمون پخت و پز و با روبوچین و عموما خب هر یک جوان دختر تاجیکی باید آموزده انمین پخت و پز کردن رو، روبوچین کردن رو. از چند سالگی آموختید و از کی آموختید؟ از پدر مادر آموختیم. از 16 سالگی به همین کارها ما مشغول شدیم. و از 16 سالگی. خیلی خوب، خیلی عالی. و غیر از این خوراکی که مثلا مانتو گفتیم، باز در خونه کدام خوراک رو آماده میکنیم؟ آش پلاو، آش توپا، توش بیره، همین خوراک‌های ملی رو ما استفاده میبریم. خیلی خوب. خب همین آموختن فرزندان با آموختن فرزندان نقش اساسی رو باید کی اول مادر بازده؟ چی فکر دارید شما؟ اول مادر باید آموزد، بعد فرزند همین کار اجرا کنه. خیلی عالی، خیلی عالی. و دوستان عزیز بار دیگر میگویم تو اون دمی که اپای بیبی خول از ترک تراشک میگذراند کادو رو و گفتیم که کادو یک محصولات بسیار هم فایده‌آور است، گرچند که خب بینید که نرخش در تاجیکستان بسیار ارزان است و باور کنید در دیگر کشورها بسیار یک نرخ گران دارد و خوراکایی که در طرفخانه‌ها آماده میکنند از کادو تا یک اندازه یک خب کمک قیمت نیز هست و ما دیدیم اکثرا وقت فقط کادبانوهای ما کادو شوربا میکنند و خلاص، ولی باید از همون مهارت و ملکه هر یک زن، هر یک کادبانو وابسته است که چگونه میکنند از کادو. مثلا امروز اپای بیبی خول میبینیم که مانتو آماده میکنند و میشود از کادو سامبوسا میشه، شیر کادو میشه، از این با این کادو مانتو میشود، شوربای میشود، کادوگی میشه، همش آماده میشه. بعضا وقت کادو رو چیکار میکنند؟ پورا در تفدان میگذارند که چگونه بولذت میشود و بعضی در خب بعد از نان پختن در وارد چکدان میمونند. خیلی خوب وارد تنور میکنند. یعنی ببینید دوستان عزیز که بسیار گوناگون خوراک آماده میشود از کادو و اساسش این که گفتیم چون در بالا ذکر کردیم کادو این یک خب محصولاتی است که بسیار فایده‌آور است به ارگانیسم. یک دویمش خب زود هضم شونده است و من فکر میکنم که امروز اپای بیبی خول یک خوراک بسیار بولذت مانتویی که آماده میکنند در عرش اعلا و بسیار بولذت خواهد آمد. در برابر این گفتیم باز از الاف نیز چیکار میکنیم؟ آماده تیار میکنیم. خب چی گفتید نام این الاف رو؟
اسپلوق. اسپلوق. خب بسیار اومده بیشتر اومده میکنید فرزندان بیشتر ببینید که مادر جون از همین خوراکوی مثلا میلی بیشتر استفاده برای انقدرش بیشتر اومده کنید که ما نوشی جون کنیم. از اسپلوق بسیار استفاده میبرم خودم. مثلا سامبوسا میکنم، مانتو میکنم. همین بین آش تو پدا میندازیم، همین بایوبا میندازیم. دالدا برای ها حاضر یک عینی بهار و مثلا آماده بهار است. ما همینا را استفاده میبریم. خیلی عالی. شما بیشتر چگونه خوراک رو آماده میکنید در خانه؟ بیشتر مانتو استفاده میبریم. آش پلاو، آش توپا، بعد دالدا. بهترین اوقاتی وای با دالدا است در بهار. من باوری کامل دارم که خب همه جوان دختران همه خب عنوان این گونه نیستن هستن اون نفرانی که بی‌شبهه بسیار مهارت و ملکه بلندی کاربانوی دارن با جوانی خود نگونه کرده و این هم گویی از اون است که خب بیشتر همون مادر همون نفر همون جوان دختر اهمیت میدهد مثلا بیشتر توجه ظاهر میکند به فرزند خود تو فرزندش الکی در سن همون جوانی آموزد پخت و پز رو بوچین رو و اپای بیبی خول میگه که خب نونهای بسیار بولازد نیز میپزید ها چگونه نون رو میپزید کلچه گردچه فطیر خمیر چپاتی همینا رو نیز آماده میکنیم. خیلی عالی خیلی عالی. دوستان عزیز تا این دم اپای بیبی خول چیکار کردن؟ بار دیگر میگویم که اپای بیبی خول الکی کادو رو خب پورا همون قسمتی که هست در اینجا مایده کردن خب پورای آخرانش هست بعد از این شروع میکنند با مایده کردن فکر میکنم پیاز یا خود کبودی بعد از چند لحظه برمیگردیم برو همراه باشید. این برنامه خونی تاجیکستان است از شبکه سفینه. اکنون بیننده عزیز پورا خب مایده کرده شدن با آخر رسوندن از ترشک گذراندن خب کادو رو اپای بیبی خول و در اینجا نیز هست الکی پیشتر آماده کرده بودن. اکنون چیکار میکنیم؟ پیاز رو ریزه میکنیم. پیاز رو ریزه میکنیم. خب اکنون شما شروع میکنید با مایده کردن پیاز. خب از اونه که خب شوربا مرحمت ادامه دید خب در شوربا میاندازن پیاز رو در دیگر خوراکو میاندازن. بعضی کاربانوها میگن که طرز ریزه کردن پیاز وقتی که ما در مانتو استفاده بریم دیگرگونه است. این خیلی است یا فرقی ندارد؟ فرق ندارد. مایده باشد کلام باشد فرق ندارد؟ نه یا اینکه باید مایده تر باشد کمک؟ نه همین چه خیلی باشد همین ریزه کردن. چه خیلی باشد ریزه کردن. چه خیلی باشد میره و استعمال میشود از همین اساسش اینکه خوب پز زدن اپای عزیز. بعضی فرزندهایی هستن که بسیار همین خوراک‌ها رو نمیدونن. بله. یا خیلیش خیلی بعضی هاشون میدونن بعضی هاشون نمیدونن. خب در اویله چند نفر بودین؟ چند دختر بوده شما؟ 8 دختر. چند پسر؟ 8 پسر. 8 دختر 8 پسر. بیننده عزیز خب رکورد گذاشته است با قول خطا نمیکنیم. خب مادری انا بزرگی اپای بیبی خول 8 دختر و 8 پسرند در اویله و این معنی اون رو دارد که قهرمان مادر است اپای مادری اپای بیبی خول که 16 فرزند را به اویه رسانده است. ببینید که گذشته های ما چگونه بودند که قدرت و متانت و مهارت و ملکه داشتند که خب زیاده از 10 فرزند رو خب تربیت کنن برای درست و 16 فرزند رو. خب مادر بزرگ نامشون چی بودن؟ نور بیبی هستند. در قید حیات هستند؟ نه. از عالم چشم شدن. خالای نور بیبی روشن شد بود بینید که 16 فرزند رو به اویه رساند و چگونه بود در دوران کودکی چگونه است در میانی مثلا فرزندان زیاد اپا و خواهران زیاد چگونه است مثلا زندگی یاد نمیبرید مثلا دوران نورسی رو کودکی رو در خانه پدر و مادر چگونه بود؟ در خانه پدر با همراهی مثال برادر و اپاها خیلی خودم کنجگی با هم بازی میکردیم مثال یک جا همه کارو میکردیم به نوبت میکردیم در سر خون میشتیم خوراکا میخوردیم مثال
با هم بین بسیاری شیشته شوخی میکردیم همه خیلی خوب. وای خودتون چند فرزند دارید؟ خدا با شکر دوتا سلامت باشن. خودتون 2 فرزند دارید و خب چگونه است بعد از تولد فرزند الکی میگن که بیننده عزیز شخص تنها بعد از خودش صاحب فرزند شدن یا مرد باشد یا زن باشد بعد به قدری انمون تو این دم میرسیم ولی بعدا احساس میکنیم در خود که تربیه مثلا فرزند و نگاهبین فرزند چگونه مشکل است و 100% میگیم با اون مادران قهرمان مادران بزرگی که خب 5 6 10 و خب 16 فرزند رو به ویا رسوندن. سلامت باشن. خیلی عالی. خیلی عالی و خب دختر کنجگی هستن گفتند اپای بیبی خول و میگن که خوردی یک مسئله است که خورد خونه بودن بسیار مشکل است. همین درست است نه؟ راسته. تمام کار رو میفرموندن نه؟ از همین لیاز شاید شما بسیار یک کدبانوی ماهر شدید. و مثلا جهت های مثبیش هم هست هم منفی دارد هم مثبی. خیلی عالی. تمامی آشپزها و همون مادران سن و سالشون بسیار کلانسال که در برنامه خونی تاجیکستان شرکت داشتن این سخنان رو نیز تصدیق کردن و آشپزان بهترین جهان میگن که وقتی که شخص کدبانو فرق نداره یا مرد باشد یا زن باشد یا آشپز یا کدبانو خوراک رو شروع میکند آماده میکند باید از تحت دل با مهر و محبت و با یک دل روحیه بالیده آماده کند. همین طور است؟ بله. یعنی شخص باید که با روی بالیده آماده کند و همون خوراک یکمش با لذت میآید دویمش که خوب چی میشود خوبتر میشه حلاوت میبرند نفرانی که استعمال میکنند خوراک. خیلی خوب. اپای عزیز من کم گپ هستم دوستان عزیز اکنون من از شما معذرت میپرسم با آن خاطری که بعضا مهمونان برنامه ما خب کم گپ هستند و کار رو خوب میکنند از همین لحاظ من عین حال هم به جای اپای عزیزم اپای بیبی خود گپ زده ایستادم و هم به جای خودم و اگر شما گوید که بسیار گپ میزند شما حق دارید و باید که من گپ زنم. همین طور است؟ خیلی خوب. خیلی خوب و تمام کردن بکن. باقی رسوندن ریزه کردن پیاز رو. چیکار میکنیم بعد از این؟ بعد از این پیاز رو با کادو آمیخته میکنیم. دوستان عزیز بعد از چند لحظه برمیگردیم و ادامه مییابد برنامه ما. خاطرتون می‌نماییم که اپای بیبی خول امروز آماده میکند مانتو از کادو و مانتو از کبودی ها. برو همراه باشید. دوستان عزیز اکنون چیکار میکنیم؟ اپای عزیز کادو پیاز رو میده کردن از ترک تراشک گذراندن کادو رو و ریزه کردن پیاز رو شروع میکنیم با چی؟ قسمی الافی مانتوی الافی گفتیم یعنی با قسمی الافی که این قسمتش خوب از الاف آماده میشود گفتیم که دو نوعی مانتو آماده میکنند هم الافی و هم کادوگی. خب اسپلاق رو چیکار میکنیم اول؟ ریزه میکنیم پیاز رو ریزه میکنیم گشته پیاز رو آمیخته میکنیم با الاف. خیلی خوب. خب اپای بیبی خول میگن که پیش از اونی که خب انمون میپیچونن مانتو رو انمون آمیخته کادو و خوکه‌های خوشبوی کننده و پیاز رو یا خود آمیخته الافی رو با پیاز و خوکه‌های خوشبوی کننده یک میزبونن میگن یا که یک تف میدین ده براون. برای چی؟ برای آنکه اول پیاز رو تف دادن در کار بعد اسپلاق رو قطعی یک جای کرده تف داده بعد اینه گرفته. یعنی اگر که تفتیم بعد باز خوبتر میپزد با لذت‌تر میشه با مزه‌تر میشه بعد گرفته در زوالا میپیچونیم. خیلی عالی. خیلی عالی. و گفتید که اسپلاق بیشتر شما استفاده میبرید. خب شما میدونید که مثلا چگونه است این با کدام کسلی ها فایده آور است؟ به همه چی فایده آور است. به همه چیز. این اسپلاقی که است از خب ما میبینیم که حولیتون بسیار یک حولی کلان و کشود و برهوا است. من باوری کامل دارم که خب از همین سبزوات و میوه‌جات و کبودی ها شما میکارید استفاده میبرید خودتون. زمین را کشتکار میکنیم. مثلا کارتشکا، گشنیج، پیاز همینا رو استفاده میبریم. خب برای یک زن مثلا در برابر تربیت فرزند در برابر کاری
مثلا خب دولتی در برابر باز اومده در زمین کار کردن خیلی از مشکلی پیش نمیارد. مثلا بعضی کدبانوها نشسته در خانهشون بسیار یک زندگی خوب و خوش و آسوده دارند. بگذار که باشد که تمام مردم تاجیک زندگی خوب و خوش و گوارا داشته باشند و دائما خرسند باشند، فرزندانشون سلامت باشند و عذاب نکشند. ولی ما میبینیم که مثلا باید مهنت کرده. شما مثلا در برابر کاری دولت، در برابر مثلا تربیه فرزندان، پخت و پز، روبوچین باز در همین زمینی نزدیکیتون کار میکنید. بله. خب از خود زن وابسته است که مثلا شخص باید مهنت دوست باید باشد. زن چگونه است؟ چی فکر دارید؟ چی گفته میتونید؟ زن باید همه هنر را داشته باشد. ای هودی فرزند، از هودی پخت و پز، از هودی سر و لباس روبوچین همین باید بروید قابل و چقم باشه. خیلی خوب، خیلی خوب. اکنون این کبودی رو میگیریم با پیاز آماده میکنیم دوستان عزیز. خب آمیخته میکنیم اپا عزیز. بعد از چند لحظه زغالای مانتو باید چگونه باشد؟ از زغالای نون، از زغالای خب دیگر خوراک و دیگر محصولات نونی باید فرق داشته باشد یا نه؟ فرقی کون داره. مثلا در زغالای نمک، آب، تخم میندازیم میشوره. از خمیر این میتونیم توش برکنیم، آش توپا بریم، همه چی میشه. خیلی عالی، خیلی عالی. و اپا بیبی خود شروع میکند بعد کردن زغالا. ما خلال نمیرسونیم، بعد از چند لحظه برمیگردیم. اکنون دوستان عزیز، خب پورا تونو کردند خمیر رو، زغاله رو اپای بیبی خول شروع میکنند با همون بریدن زغاله. مرحمت. خب اکنون میبینیم که مانند همون آش توپا میبرند. گونه میبرند. بعد خب بعضیا اپای بیبی خول بسیار خب مانتو رو حجمش رو خردتر میکنند، بعضیا کلون میکنند. برای مانتوی از کدو آماده شده و از علافی کلون باشد خوبتر است یا که خردتر؟ از کدو کلونتر باشه خوبتر است. خوبتر است نه؟ اکنون دوستان عزیز، زینه آخری آماده نمودن این خوراک رو ما با شما اکنون نشان میدیم. انیقترش اپای خب بیبی خول نشان میدین.
پیچونیدن مانتو شروع میکنند از کادوگی همین طور؟ بله. خیلی خوب شروع میکنند از کادوگی و گفتند که اگر نسبتاً انمون حجمی مانتوی از کادو داشته کلانتر باشد باز خوبتر است و درست نیز میگوید چون گفتیم که این نمود خوب алафи ҳои гуногун кабдуҳои тару тозаи тоҷикистони азиз метавонем хоб самбуса омода кунем хоб метавонем боз анамон оши бурида оши тупа ҳам хел хӯрокҳоро омода кунем ки барои саломатӣ бисёр фоидаовар аст ва хоб ҳам лазиз низ мебошад якум шурӯъ мекунанд гуфтем аз печонидани каду پورا آماده شد اکنون گفتیم که یک انمون مانتویی که از کادو و از کادوگیو من از نوربردار خواهش میکنم که نزدیکتر گیرد ببینید که چگونه یک نمای زیبا گرفته است و بعد از چند لحظه 40 دقیقه که آماده می شود و برای شما بیننده عزیز بعد از یک وقفه کوتاه پورا آماده می شود و می نشینیم سر دسترخوان اپای بیبی خال و میچشیم مانتوهای از کادو آماده شده و از علفهای گوناگونی توجیکستان آماده شده رو همراه باشید. این برنامه خونی توجیکستان است از شبکه سفینه. بعد از چند لحظه برمیگردیم. بالاخره آماده شد دو نوع مانتویی که اپای بیبی خال خوب آماده کردند مرحمت اپای عزیز و میچشیم و میگوییم که چگونه لذت دارد. واقعا هم یک بوی بسیار خوش و با لذت فرا گرفته است همین خاندان رو و من فکر میکنم که همین خانه رو اگر امکان باشد شروع میکنیم از کادو از مانتوی کادو. مرحمت بایشته باشه. بایشته. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون میچشیم دوستان عزیز. خب من کمکک برای شما و کمکک برای خودم. اون نفرانی که چکر استعمال میکنند با چکر مرحمت، اون نفرانی که بی چکر فرقی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز بسیار ملایم بسیار نازک پخته است و واقعا هم این معنی آن را دارد که دست مادر توجیک گل است. بسیار نازک و لذیذ پخته است. باور کنید بسیار عالی جناب. با اجازت شما من یک تا دیگر میگیرم از کادوگیش بعد میگذاریم با سمبوسه آلافی. دستتون درد رو نبیند. اپای عزیز من باوری کامل دارم که زود اکا نفرانی که ما رو تماشا کرده ایستادند آماده میکنند مانتو از کادو و استعمال میکنند. چگونه است؟ بسیار خوب است نه؟ لذیذ است. واقعا هم
و میچشیم از انمون مانتوی با علفهای تر و تازه. مرحمت میچشیم دوستان عزیز با علفهای تر و تازه میچشیم. گفتیم که ما ساموسای کدوگی رو چشیدیم، بسیار عالی، بسیار لذیذ، بسیار ملایم بوده است و اکنون ساموسای میگم مانتوی علفی رو میچشیم. واقعا هم بوی بهار علاقه احساس میشود. اومد بهار. ببینید که باز کبدی ها چگونه لذیذ پختنده. کبدی ها رو ببینید که دوستان عزیز غیر عادی پخته شده است و من شما رو باور میکنم که واقعا هم این دو نوع مانتویی که آماده کردند اپای بیبی خول هر دویشون بسیار بولذت و طعم و مزه خاص خود را دارند. به یگون تعریف بسیار لذیذ، بسیار ملایم پخته شده است و همون محصولاتی که در درونش هست بسیار نازک است که در دهان آب می شود. بسیار سپاس، دست شما درد رو نبیند مادر عزیز. یک تاجیکستان سپاس به شما. ما رو تاریخ شبکه سفینه خب در تاجیکستان بیرون از کشور نیز تماشا میکنند و واقعا هم خب شما یک سهم کوچکی خود را گذاشتید برای رشد هنرهای مردمی، خاصتا خوراک‌های ملی. و در آخر چی گفتنی هستید؟ در آخر گفتنی هم که همه زنهای محترم از هدای هم خیلی خوراک‌های بلذت برایم، یعنی خوراک‌های ملی براینده. تشکر زیاد. من باوری کامل دارم که شما رو دیده کدمان‌های عزیز، بیننده‌های عزیز شبکه سفینه زود شروع میکنند به آماده کردن مانتو از علف‌های تر و تازه بهاری و از کدو که بسیار لذیذ است و لذتی به خود خاص دارد. یک جان سپاس به شما و بیننده‌های عزیز. اینجا باشد برنامه نوبتی خونی تاجیکستان با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی همیشه سلامت و خوشبخت باشید. خیر دوستان عزیز.